سلام وقتتون بخیر. خوش اومدید به کانال خودتون. رضایی هستم، کارشناس ارشد بازاریابی، فوق التحصیل دانشگاه گیلان. امروز با این ویدیو در خدمتتونیم در جهت معرفی دیجیتال مارکتینگ برای کسایی که به تازگی وارد این حوزه شدن و مرور کوتاه برای کسایی که در واقع توش فعالیت میکنن. توی این ویدیو من به این میپردازم که در واقع یه تعریف کوتاهی از دیجیتال مارکتینگ بهتون میدم. هدف اصلی دیجیتال مارکتینگ چیه؟ مزایاش چیه؟ ابزارها چیه؟ حوزه‌های در واقع کاری دیجیتال مارکتینگ چیه؟ و اینکه در نهایت دیجیتال مارکتینگ چه فایده برای کسب و کارها داره و چه فایده برای اشخاص داره. بخوام تعریف کوتاهی از دیجیتال مارکتینگ بدم خدمتون، میتونم بگم که کلیه فعالیت‌های معرفی، تبلیغ، فروش محصولات و خدمات کسب و کارها که به وسیله ابزارهای دیجیتال نظیر کانال‌های دیجیتالی، اینترنت، شبکه‌های مجازی، سوشال مدیا، موتورهای جستجو، ایمیل، اپلیکیشن‌های موبایل در واقع صورت میگیره. کلیه اینها رو ما بهش میگیم چی؟ در واقع دیجیتال مارکتینگ. همونطوری که گفتم در واقع معرفی و فروش و تبلیغ محصولات و خدمات کسب و کارها به وسیله ابزارهای دیجیتال ما بهش میگیم دیجیتال مارکتینگ. هدف از دیجیتال مارکتینگ چیه؟ هدف اصلی از دیجیتال مارکتینگ بچه‌ها فروش نیست، اون هم بخشی از هدفه، ولی هدف اصلی در واقع ایجاد ارتباط هدفمند با مشتریان، افزایش شناخت برنده. روش بازاریابی اینترنتی این امکان به در واقع به کسب و کارها میده که تو تایم مناسب و زمان مناسب پیام خودشون رو به مخاطباشون و کلاینتاشون، مشتریاشون برسونن و با اونها در تعامل باشن. به دلیل اون گستردگی ابزارها و کانال‌ها دیجیتال مارکتینگ میتونیم بگیم که میتونیم از ترکیبی از این در واقع ابزارها استفاده کنیم تا بیشترین بهره وری داشته باشیم. مزایای دیجیتال مارکتینگ نسبت به بازاریابی سنتی چیه؟ دسترسی گسترده به مخاطبان، مغروم به صرفه بودنش، هدفگیری دقیق، نتایج قابل اندازه‌گیری، تعامل متقابل. ببینید شما توی یک تبلیغات بیلبوردی نمیتونی بسنجی که چند نفر در واقع این تبلیغ رو دیدن و چند نفر بر اساس اون تبلیغ خرید کردن و یا چند نفر بر اساس اون تبلیغ محیطی بیلبوردی در واقع به شناخت از برند ما رسیدن. اما شما میتونید از طریق دیجیتال مارکتینگ تمام روند بازاریابیتون رو تجزیه تحلیل کنید. وبسایت و سئو در واقع وبسایت یکی از ابزارهای مهم دیجیتال مارکتینگ که تو اون در واقع پلتفرم شما محصولات خودتون رو معرفی میکنید و به فروش میرسونید، برند خودتون رو معرفی میکنید. سئو چیه؟ سئو وبسایت یکی از مهمترین اتفاقاتیه که باید روی وبسایت بیفته. سئو در واقع بهینه کردن سایت رو از طریق ساختارش و محتوای سایت، در واقع بهینه کردن محتوا و بهینه کردن ساختار سایت رو بهش میگن سئو. برای چی بهینه میکنیم؟ برای موتورهای جستجو، که این موتورهای جستجو زمانی که شما کسی کلمه شما رو سرچ میکنه، برند شما رو سرچ میکنه، اگه سایت شما بهینه شده باشه میاد توی رنگ‌های اول اون صفحه جستجو. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، همون سوشال مدیاها یک در واقع قدرت عجیبی رو ایجاد کردن تو بازاریابی مارکتینگ. اون تولید محتوای جذابی که شما انجام میدید باعث میشه که ارتباط دو طرفه و مستقیم با کلاینتتون، مشتریتون داشته باشید، باعث معرفی برند شما، باعث معرفی محصولات شما و ایجاد اعتماد و اعتبار برای شما میشه. ایمیل مارکتینگ یه حوزه دیگه از دیجیتال مارکتینگه که در واقع به وسیله ایمیل کمپین های تبلیغاتیتون رو ران میکنید. میتونید شخصی سازی کنید، میتونید برای اشخاص مختلف ایمیل های مختلف بفرستید، برای گروه های خاصی از در واقع کلاینتاتون ایمیل های خاصی بفرستید.
یکی از مزایایی که ایمیل مارکتینگ داره نسبت به دیگر در واقع ابزار تبلیغاتی تو این حوزه اینه که خیلی به صرف است و اینکه شما گاهی SMS مارکتینگ داریم که اصلا هزینه هاش قابل مقایسه نیستن، یا حتی تبلیغات کلیکی باز خودش هزینه ده، ولی ایمیل مارکتینگ انقدر هزینه ده. بازاریابی محتوا یکی از در واقع تخصص‌هایی که هر دیجیتال مارکتر باید بدونه. اهمیت بازاریابی محتوا بسیار زیاده. علتش چیه؟ با توجه به در واقع محتوایی که تولید میکنیم، چه در بلاگ ها چه در سایت ها، شما باعث میشید که برندتون اعتبار بگیره، محصولاتتون معرفی بشه، در واقع کسب و کارتون دیده بشه و میتونید با اون محتوای ارزشی خلق کنید برای کلاینتتون، برای مشتریتون، به نوعی خودتون رو معرفی کنید و به وسیله همین ارتباطات شما میتونید اعتماد مشتریتون رو کسب کنید، اعتبار بگیرید. و بحث دیگه که میخوام بهش بپردازم تبلیغات کلیکیه. تبلیغات کلیکی یکی از تبلیغات فوق‌العاده‌ایه که در واقع توسط سایت‌های مختلف انجام میشه، مثل یکتانت. علتش هم چیه که ما از تبلیغات کلیکی استفاده میکنیم؟ ما تبلیغات کلیکی پول میدیم، بنر درست میکنیم، تبلیغ میکنیم که با هر در واقع کلیک کردن رو اون بنر در واقع یه هزینه بعد ما پرداخت کنیم به اون سایت یا اون شرکتی که در واقع این تبلیغات کلیکی ما رو به عهده گرفته. یکی از مزایای این تبلیغات کلیکی اینه که ترافیک فوق‌العاده و هدفمندی برای ما ایجاد میکنه و این خیلی خوبه. حالا این تنها در واقع بعدیش اینه که زن هزینه داره دیگه. در کل میتونم بگم که توی بازاری که الان با این رقابت، دونستن یادگیری دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارهای فرصت حساب میشه و تا بتونن تو بازارهای رقابتی به راحتی رقابت کنن. تغییرات سریع میتونن با تغییرات سریع بازار در واقع به نوعی سازگار بشن، فضای آنلاین رو به نفع خودشون استفاده کنن. از منظر شخصی هم اگه بخوام توضیح بدم که دیجیتال مارکتینگ چقدر میتونه مفید باشه، الان دیجیتال مارکتینگ به عنوان یکی از مهارت‌هایی هستش که شرکت مختلفی طالب اون هستن و در واقع پورسانت‌های خوبی هم میدن.